سلام علیکم دوستای نازنین، با امیدی که جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به چینل یوتیوب ما کود ویت قریشی. شروع میکنیم یک سلسله از آموزش های ادوانس جاوا اسکریپت یا هم اکما اسکریپت که مخففش ES6. اگر شما پیور جاوا اسکریپت یا هم جاوا اسکریپت بیسیک را نمیفهمید یا هم مطالعه نکردین، لطفاً اول بیسیک جاوا اسکریپت را یاد بگیرین، بعد از او به اکما اسکریپت بیاین، چون این ادوانس جاوا اسکریپت است. موضوعاتی که در اینجا ما کاور میکنم این مربوط به ادوانس جاوا اسکریپت می شود. از همه نخست میایم به خود اکما اسکریپت. اکما چی هست؟ اکما 4 کلمه گرفته شده، یکی ای، دیگه هم سی و دیگه هم ام و دیگه ای. ای به معنای European Computer Manufacturer Associate، یعنی ای مخففش بود و خود اکما یک سازمان است، یک ارگانایزیشن است که استانداردها را دیفاین میکند. از نامش معلوم است که با جاوا اسکریپت یک استاندارد را معرفی کرده که اونمو استاندارد را باز نامش مانده چی؟ اکما اسکریپت. اکنون میایم با Introduction to ES6. پیش از اینکه ما به معرفی ES6 بیایم، اول باید ما معلومات در مورد جاوا اسکریپت داشته باشیم که جاوا اسکریپت چی وقت، توسط کی، در کجا اختراع شد، کدام مراحل را سپری نمود تا به اکما اسکریپت تبدیل شد. JavaScript was invented by Brendan Eich in 1995 in Netscape. JavaScript در سال 1995 توسط برندن ایچ در کجا؟ در نتسکیپ اختراع شد. نتسکیپ چیز در اینجا؟ نتسکیپ کمپانی است یا هم ارگانایزیشن است یا هم اونمو سافتور هاوس است که در آنجا برندن ایچ کار میکرد. در سال 1995 اینمی برندن ایچ جاوا اسکریپت را چی کرد؟ اختراع کرد یا هم ساخت. وقتی که جاوا اسکریپت را ساخت، اولین نامی که جاوا اسکریپت داشت به نام موچا، یعنی اولین نام جاوا اسکریپت چی بود؟ موچا یا هم موکا. بعد از او به لایف اسکریپت تبدیل شد و بعدا به جاوا اسکریپت تبدیل شد و آخر هم به اکما اسکریپت. یعنی اینمی مراحل را جاوا اسکریپت چی کرده؟ سپری نموده است. خب ما میخوانیم که چگونه جاوا اسکریپت به اکما اسکریپت تبدیل شد. میگه اکما اسکریپت was created to standardize a JavaScript. یعنی به این معنی وقتی که برندن ایچ جاوا اسکریپت را ساخت، این استاندارد نبود، به خاطر از اینکه به اینمی زبان جاوا اسکریپت استانداردایز را معرفی کنه، یک زبان استاندارد شوه، ای به سازمان اکما تسلیم کرد و به او گفت که ما خو اینمی زبان جاوا اسکریپت را ساختیم، تو ببین، مطالعه کو، اگر کدام کمی باشه یا هم کدام چیزی زیاد شوه، آپدیت شوه، آپگرید شوه، تو برما تو چی کو، برما معرفی کو. باز اینمی اکما چی کرد؟ با جاوا اسکریپت استاندارد معرفی کرد که باز نامش به چی تبدیل شد؟ اکما اسکریپت تبدیل شد. خب جاوا اسکریپت در سال 1995 توسط برندن ایچ اختراع شده بود و بعدا باز به خاطر از اینکه جاوا اسکریپت استاندارد شوه، به خاطر استانداردایز کردن جاوا اسکریپت در سال 1997 ای را به اکما اینترنشنال، با اینمی سازمان چی کرد؟ تسلیم کرد تا به این استاندارد معرفی نماید. بعدا اینمی اکما اینترنشنال چی کرد؟ با جاوا اسکریپت استانداردایز چی کرد؟ معرفی کرد و در سال 1997 نام جاوا اسکریپت به چی تبدیل شد؟ به اکما اسکریپت تبدیل شد که اولین ورژنش را به نام ES1 نامیده شد یا هم اکما اسکریپت ورژن 1. ES6 is the 6th version of ECMAScript. It was published in 2015 and also known as the ECMAScript 2015. به این معنی میگه اکما اسکریپت ورژن ششم اکما است. به این معنی که اول خود یک بود، بعد از او در سال 2015 ورژن ششم از یا هم اکما اسکریپت 6 به وجود آمد. همچنان اینمی اکما اسکریپت یا هم ES6 به نام اکما اسکریپت 2015 هم نامیده می شود. بعد از ورژن ششم خیلی ورژن های دیگر هم وجود آمده، ولی در آن کدام تغییرات زیاد به وجود نآمده. به خاطر از این ما اکما اسکریپت 6 را میخوانیم که در اینجا خیلی تغییرات به وجود آمد، تغییرات زیادی به مشاهده رسید. همین خاطر ما هم تصمیم گرفتم که اکما اسکریپت 6 به طور مکمل کدام موضوعاتی که در اینجا جدید اضافه شدن ایره ما شما بخوانیم. Why we learn ES6؟ چرا ما ES6 یا هم اکما اسکریپت را میخوانیم؟ به خاطر چی؟ وقتی که شما یک کورس را جوین میکنه حتما کدام موتیویشن، کدام چیزی خواست که به خاطر از او شما میخواد که نمی کورس را بخوانید. اول میگه به خاطر از این ما ES6 یا هم اکما اسکریپت را میخوانیم که فریم ورک اند لایبرری سپورت. به این معنی که
این خیلی از فریمورک ها و لایبرری هایی را چی میکنن سپورت میکنن. یعنی به این معنی اگر تو میخوای که ریاکت را یاد بگیری یا هم انگولار جی اس را بخوانی یا هم کدام فریمورک یا هم لایبرری دیگر را یاد بگیری، با تو پیش از پیش پیشنهاد میده که تو باید ای 6 را حتما یاد داشته باشی تا اینمی لایبرری ها یا هم فریمورک ها را به طور درستیش یاد بگیری. گپ دوم که وجود داره compatibility with modern web development. اگر تو میخوای که یک دیولپر معاصر مدرن باشی، دیولپر آپدیت شدگی باشی، تو باید ای 6 را بخوانی. از جاوا اسکریپت قدیم 1995 تو باید اعلا کنی و مدرن جاوا اسکریپت یا هم ادوانس جاوا اسکریپت را تو باید یاد بگیری. به این خاطر میگه compatibility with modern web development. در عصر فعلی تمام وب دیولپرهایی که وجود داره، تمامی آنها به خاطر دیولپ کردن اپلیکیشن وبسایت ها از ES6 استفاده میکنن. گپ سومی که وجود داره modern جاوا اسکریپت دیولپمنت است. پیش هم گفتم که جاوا اسکریپت سال 1995 اعلا کنید و بیاین به modern جاوا اسکریپت دیولپمنت. یک اپلیکیشن را بسازید که مدرن و معیاری باشد و هم از قرن 2023 باشد. پس این به خاطر از این ما شما میخواستیم که E6 یا هم ادوانس جاوا اسکریپت را بخوانیم. خب اینا فایدهش چیست؟ چی فایده داره؟ اولین فایدهش که است enhanced syntax. به این معنی که سنتکس از خیلی ساده و مرتب و تنظیم شدگی است. اگر تو پیور جاوا اسکریپت کدینگ بکنی امکان داره که خیلی یک سنتکس یا هم کدی که نوشته میکنه خیلی مغلق باشد و اگر کدام جا تو میخوای اون را ادیت کنی تنظیم کنی پیدا کردنش خیلی مشکل تره. گپ دومی که وجود داره improve developer productivity. به این معنی اگر با استفاده از ادوانس جاوا اسکریپت تو کدام اپلیکیشن را بسازی، اینمی اپلیکیشن ایزی مینتینبل است، یعنی به طور درستی نگهداری میشود، به طور درستی و آسانی در آن تغییرات آورده میشود، کدها و فرمانهای خیلی منظم میباشد. به خاطر که در ادوانس جاوا اسکریپت ما فیچرهای اوپس داریم، کلاس داریم، تمپلیت ریچر است، ایرو فانکشن است و دیگه خیلی گپا داره که توسط از ما فرمانها را به طور منظم چی میکنیم نوشته میکنیم. گپ سومی که وجود داره better support of oops. به این معنی که جاوا اسکریپت قدیمی که بود در آنجا سپورت اوپس نبود. به این معنی object oriented programming در آنجا نبود. module for code organization. این گپش خیلی مهم است. module for code organization یعنی هر کد را که تو در اینجا نوشته میکنی تمام کدها از چی است؟ مدیول است. مانند ریاکت اگر شما بخوانید در آنجا هر کامپوننت را که تو میسازی جدا تو کامپوننت را میسازی، باید هر کدام کامپوننت را که خاصی اونمو را تو کال کو و ازش استفاده کو. هم بالای براوزر هم بوج نمیاره و یک اپلیکیشن یک وبسایت خیلی ساده و مدرن ساخته میشود. این بود فایدهشه. اکنون میایم به تاواناتشه. گرچه هر زبان که ما شما میخوانیم از خود فایده هم داره ولی برخلاف از فایده بعضی از درابک ها هم داره. به طور مثال از ادوانس جاوا اسکریپت درابک وجود دارد. اولین تاوان عزیز که از براوزر کامپتیبلیتی. به این معنی که بعضی از براوزرها این را سپورت کرده نمیتونن. البته کدام براوزرهایی که خیلی سابق و کهن باشد. یعنی ما شما خیلی از مردم ها را اکنون هم میبینیم که در قرن 21 است، نه 2023 در قرن چند 2023 از ویندوز 7 استفاده میکنن و براوزر استفاده میکنن که خیلی سابق و کهن باشد. او براوزرهای کهن باز E6 را سپورت کرده نمیتونن. learning curves به این معنی آموزش از این کمی مغلق تر است. کسایی که نو با پروگرامینگ داخل میشود اگر تو به او کلاس معرفی کنی آبجکت اورینتد برش بگی به او کمی مشکل است یاد گرفتنش. دیگه دیس ادوانتیج چیست؟ میگه دیباگینگ چالش. به این معنی اگر تو کدام پروگرام یا هم اپلیکیشنی که در پیور جاوا اسکریپت یا هم در جاوا اسکریپت قدیم ساختی اگر تو او را با مدرن جاوا اسکریپت تبدیل کنی امکان است که بعضی مشکلات در آن قسمت در وقت ترنسلیشن یا هم در وقت تبدیل کردن پیور جاوا اسکریپت با مدرن جاوا اسکریپت اونمو پروژه تان کمی با مشکلات مواجه شود. و قسمت آخرش عبارت از tooling and documentation support. چون ادوانس جاوا اسکریپت یک تکنولوژی خیلی جدید است، یعنی خیلی از لایبرری های خیلی از فریمورک های داریم که اونها جدید برآمدن، از آنها داکومنتیشن ها و انفارمیشن ها آنقدر زیاد پیدا نمی شود. یعنی از لکچر بعدی ما شما بخش عملیش شروع میکنیم. اگر کدام سوال داشته باشید، پیشنهاد باشد، در کامنت بر من نوشته کنید. و به خاطر به دست آوردن لکچر پی پی تی ما اینمی لکچر را در گیت هاب خود شیر میکنیم. باز لینک گیت هاب خود در دیسکریپشن اینمی ویدیو میندازم. شما باز میتونید از طریق از او چی کنید؟ اینمی لکچر را دانلود کنید.